هی میگم خدایا چرا گوگل هیچ غلطی نمیکنه؟ نگو این مدت داشته روی جمنای نوتبوک کار کرده. درود در شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بالاخره اون چیزی که در مورد جمنای نوتبوک فکر میکردم اتفاق افتاد و بریم یه راست سر سراغش که بهتون بگم چه اتفاقایی افتاده. این پنل رو که میدونید چجوریه، من جمنای خیلی دوست دارم، با یه پنل دیگه دارم استفاده میکنم ازش مفصل. خب ما در مورد این راهنمای جامع استراتژی برنامه‌های نوین تولید محتوا قبلا تولید محتوا کردیم و ویدیوشو براتون گذاشتم. خب حالا چی شد؟ اومدم زدم روی این، گفتم که از کل داستان یه پی دی اف بهم بده. بعد شروع کرد یه چند تا پی دی اف اینجا به من داد. من یکیشو باز کنم براتون، فعلا اینجا رو ببینید چه اتفاقایی افتاده، اصلا عشقی. خب چی شده اینجا؟ یه پی دی اف تر و تمیز ولی پر از باگ بهم داد. من یه خورده زوم میکنم. این پی دی اف 8 تا صفحه داره، فهرست مطالب، مقدمه، چارچوب، مفهوم اقتصاد محتوا. میبینید تو همه خروجی رو داده ها، ولی اونجوری که باید تر و تمیز کار نکرده. چرا؟ چون تازه آپدیت شده، طبیعیه. همون اوایل هم که داشتیم از نوتبوک الم استفاده می‌کردیم پر از باگ بود و این داستان به مرور زمان درست میشه. خیلی خوب بود و من خیلی دوست داشتم. اینجا راهنمای جامع استراتژی اومد، متنشو هم به صورت کامل به هم داد اینهاش و به صورت داکس به هم خروجی داد و خوب عشق کردم، دوست داشتم واقعا. گفتم اوکی بیا یه تست بکنیم. اومدم توی صفحه اصلی یه دونه نیو زدم و همون بیس اومدم بهش گفتم که یه ویدیو برام بساز در مورد روند تولید محتوا در سال 2027. به هم گفت که در حال حاضر هیچ منبعی در دفترچه شما وجود ندارد، یعنی هیچ سورسی نداریم. بعد اومد اینجا چند تا سوال ازم پرسید که من بهش گفته بودم آیا مایل اینها هستش، آیا مایلید ابتدا یک تحقیق جامع در وب درباره روندهای تولید محتوا در سال 2027 انجام دهم؟ گفتم بله. یه چند گزینه ای اومد، بله لطفاً یه تحقیق جامع در وب انجام بده. رفت یه تحقیق کرد، سورس ها رو آورد اینجا ایمپورت کرد، بعد دوباره یه چند تا سجستشن به هم داد. گفتم که بر اساس این تحقیق سناریو یک ویدیو جذاب رو برام بنویس. اومد یه سناریو خیلی تر و تمیز برام درست کرد. بعد بهش گفتم با توجه به این سناریو یه ویدیو برام بساز. گفت توی پنل استودیو فرایند ویدیو توضیح بر اساس سناریو آغاز کردم، یه ویدیو برام ساخت. این ویدیو رو ببینیم. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ تمام این پنل استودیو شما از توی چت میتونی درخواست بکنی که این کارا رو برات انجام بده. سلام به همگی. به این بررسی ویژه خیلی خوش اومدید. امروز قراره یه راهنمای بقای کاملا حیاتی رو برای ورود به سال 2027 با هم ورق بزنیم. میزنم جلو. ویدیو خوبی بود. گزاری‌های جدید و در نهایت تغییرات بزرگ اقتصادی. بخش اول، تغییر در کشف محتوا خیلی و داده‌های غنی و فشرده. در واقع ما باید جملات قابل نقل قول رو جوری مهندسی کنیم که مدل‌های زبانی بتونن خیلی راحت اونها رو پیدا کنن. اوکی و خیلی تر و تمیز بود. من دوستش داشتم. داشتم توضیح میدادم که تمام اون پنل استودیو هر کاری که میخواید توی این بخش انجام بدید رو شما میتونید توی چت درخواست بکنید و خروجی رو بگیرید. اینجا هم یه نوتیفیکیشن داریم که میگه جمنای نوتبوک just got smart تر شده و برید براتون چارت بسازه. آفرین، عالی بود. من میام حالا برای اینکه یه کاری رو با هم انجام داده باشیم، میام اینجا یه نیو میزنم.
خب توی این بخش نیو که من هیچ چیزی نمیخوام اد کنم، میخوام بهش بگم که در مورد روانشناسی تبلیغات برام پادکست 2 نفره درست کن. خب میخوام روندش رو ببینید تا که چه اتفاقی افتاد. در مورد روانشناسی تبلیغات برام پادکست 2 نفره درست بکن. من اینو بهش میدم. خب یه باگی هنوز هست توش، سرعتش نسبتاً پایینه. در حال حاضر هیچ منبعی تو دفترچه شما وجود نداره. ببین ساجستا رو، بله لطفاً تو وب سرچ کن چه تکنیک های روانی در تبلیغات مدرن بیشتر استفاده میشه، چگونه تبلیغات در تصمیم گیری ناخودآگاه ما تاثیر میذاره. میبینی چقدر هوشمند. من بهش میگم که اوکی تو وب برام یه جستجوی بکن. داشتم در مورد این میگفتم که سرعتش هنوز پایینه، البته که الان چون تازه آپدیت شده همه دارن ازش استفاده میکنن، قطعا شلوغه، ولی آپدیت های بعدی که بیاد قطعا سرعت بالاتری داره. این روندش رو با هم داریم میبینیم، میره قشنگ سرچاشو میزنه پیدا میکنه. خیلی خوب، من اینو دوست داشتم. یه کوچولو طول میکشه، البته که بستگی به سرعت اینترنت هم داره که خب من طبق معمول اینترنت خوبی ندارم. خب توی پنل سمت راست Generating Audio Overview رو که رفت برامون بسازه، ولی همچنان اینجا داره یه ریسرچ های انجام میده. ریسرچش تموم شد با تحقیقات گسترده در زمینه روانشناسی تبلیغات بازاریابی عصبی، نورو مارکتینگ، فلان فلان فلان. موضوعاتی که متوجه شدم فلانه. اوکی 4 تا سورس پیدا کرده. خیلی خوب. درباره اثر لنگراندازی در قیمت گذاری بیشتر بگو. چگونه از زبان گریزی برای افزایش فروش استفاده. اینا چیزها سوالای میلیون دلاری قشنگ به راحتی شما میتونی بفروشی. بیاد روش های فروش رو بهش بگید. یه چیز حدود مثلا 10-15 تا روش فروش داریم که 5 تاش قطعیه. شما این 5 تا روش رو که یاد بگیرید هرچی توف کن تو لیوان میتونی بفروشی، اینقدر قویه. بیاد بپرسید یاد بگیرید فروش، خیلی حال میده. خب ریسرچ هاشو هم کرد. اینجا هم که داره برامون میسازه. چگونه از اینا خوندیم. تکنیک ردیابی چشم در بازاریابی عصبی چه کاربرد داره. تکنیک ردیابی چشم نمیدونم. اوکی سورس ها رو هم اینجا داریم. اینجا هم میتونی سورس ها رو ببینی. ایمپورت هم که شده میتونی سلکت کنی، اینا رو هم بیاری ایمپورت کنی و همش اینجا ایمپورت میشه. اینجا هم که داره پادکست رو برامون میسازه. بعد از یه تایم خیلی طولانی بهم یه خروجی داد که اینجا هم پلی نمیکنه. من دانلودش کردم، ببینیم توی دانلودیش چی میگه. تصور کنید وارد یک فروشگاه لوازم خانگی شدید. از همین فروشگاه‌های بزرگ. آره که پر از وسایل مختلف و رنگارنگه. دقیقاً. بعد اونجا چشمتون میخوره به یه دستگاه نانپز. قیمتش رو نگاه میکنید، زده $275. خب واکنش اولتون چیه؟ احتمالاً پیش خودتون میگید آخه کی واسه پختن نون تو خونه این همه پول میده؟ و خیلی راحت از کنارش. بسیار عالی. همون چیزی که بهش گفتیم پادکست 2 نفره بهمون تحویل داده و از بیس هم داره میره جلو. عالی. خب حالا من اینجا یه سوال ازش بپرسم. متن پادکست رو بهم بده. خب ببینیم متنشو بهمون میده. من احتمالاً باید بده دیگه. خب یه فایل اسکریپت بهم داد و توی بخش استودیو، بله اینجا اسکریپتشه.
خیلی هم تر و تمیز و مرتب اسکریپتش هم بهمون داد. یه چیز حدود 27 دقیقه و خورده 27 دقیقه و 37 ثانیه هم بهمون پادکست داد. بیاد تست بزنید، لذت ببرید از قابلیت‌های جدید جمینای نوتبوک. مخلصم.